وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از برخورد مرگبار در جماعت ریگر خبر داد که با هلاکت یک زن مسافر انجامیده است. برخورد مرگبار آپل بوتیکا 2 آگوست سال 2021 تخمینا ساعت‌های 15:30 رخ داد، نوشته است وزارت کارهای داخلی تاجیکستان. به اطلاع منبع، راننده ماشین آپل استرا ژنیف ایساخان ساکن 18 ساله شهر دوشنبه هنگام حرکت از سمت جماعت دهاتی ریگر به سمت شهر ترسونزاده در حدود دهه بین المللی جماعت ریگر از عهده اداره автомашина برآمده است. در پی ناهموار برای راننده آپل، ماشین مذکور به سمت مقابل راه برآمده به автомашина تمغه دیوتیکو تحت اداره راننده بابا سعید افتقای مراد ساکن 70 ساله دهات پختاآباد شهر ترسونزاده برخورده است. در نتیجه مسافر автомашина تمغه دیوتیکو احمدова مولوده خان سال تولدش 1954 ساکن جماعت دهاتی پختاآباد جراحت جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. وزارت امور داخلی تاجیکستان تاکید نمود که فعلا از روی حادثه مذکور تحقیقات ادامه دارد.